شکر خدا که از فرودگاه شهر توشکن و فرودگاه شهر دهلی پایتخت هندوستان سوق و سلامت فرود آمدیم. سلام علیکم. نباشه که تا قربالا را نمیره. کاروان 2 نفر برمتکی شهر جایپور بینندگانی عزیز، چون سچره ها ریکشا نام دارند. زرزا جملومه نره آی چر خواه لشکا مرا بچر خواه دیدن نصیب شد 45 سال پس برسیم نه. یورکی سبزینا ای دل بری بکینا آهسته بیا با پیش ما کسی نبینا لبای من از لبانی تو بوسه بچینا ای یورکی سبزینا ای دل بری بکینا آهسته بیا با پیش ما کسی نبینا لبای من از لبانی تو بوسه بچینا لبای من از لبانی تو بوسه بچینا. شما از میبولود خانمی نزدتان تولین شنلی را به یگان تهدید و مجبوری با اراده و خواست خود به زنی قبول میکنید. زود باش ملیس این برق چرا خاموش شد؟ برگیرانید گنراتور نیست مگر این چه شرمندگی است؟ مگر امروز قوی برق خاموش می شود؟ آه خدایا بانو نیست شاه دختر نیست تولینم نیست پرنسس هم نیست بانو در کجاست؟ جنابی کن آن چه شد بخیر است؟ شاه دختر خانم تولین بانو لایین اکرنا در درون کالتا کلاس رو قلب کردم کالتا کلاس را این بار کارین دیشنم تمام شده مرحبا بیشرف من تو را تمام شدی کالتا کلاس سامی کلید رو با من بده. دودم که در جیبت است. البته در دست من است پسرم. او شب رفته است. به خدا از خورزنده چیکار کردنم رو نمیدونم. کالتا کلاس من میایم منتظرم باش. شاه دختر نیست شاه دختر خیب زد پرنسسه بانو کجا شده؟ شاه دختر نیست یانگا شاه دختر تولین شاه دختر را بگذار شاه دختر تولین جانم این کجا شده؟ شاه دختر را به کجا میبرد؟ ایستد شما کی هستید؟ لعنتی او کیست؟ لایینی بیتمن نیست مگر رو؟ بیتمن یانگمون دزید؟ کم اچ را نفهمیدم هم بیتمن یانگمون در سرش میزده باشه؟
برادر آخر تو چی خیل آدم هستی ها؟ بتمن رو از راستی فکر کردی. این بتمن نیست، وای نقاب دارد، آدم مقرری است. بس کنید، بس از حیوان. بچه ها ینگهاتان رو دزدیده ایستادن. شما باشید چقچر دارید دویدیم. من از این کار هیچ چیزی رو نفهمیدم آخر. کلتا کلاس کلی در رو کشا. نترس کاری نمیکنم. آشنا نترس، فایده ندارد. در رو کشا. کشا گفتم لین. در رو کشا خزنده. دمت را گیر، خاموش باش. یارده سمی تلت در سخت. اکای لوینت بسم الله الرحمن الرحیم. کسی عروس ها رو دزدیده است، دستگیر کنید. چی؟ عروس ها رو دزدیدن؟ کی با این کار جسارت کرده باشد؟ در روز توی مگر عروس ها رو میدوزدن؟ یا خدایا، اکنون چیکار میکنم؟ ای جیری گوش کن، تو در این جامعه استی، کلتکرز در درون است، سردارم او رو دستگیر میکند، پایم که فرامد میقپش. من رفته بینم که عروس ها رو کی دزدیده است، میگویم فهمید از اینجا دور نشه. خب مایل شکر بیداو اکا بیداو. سلام علیکم دوستانی عزیز. اگر شما و یگان یار برادر شما خواهش گذشتن گرنس قزاقستان را داشته باشد، پس به شرکت بایرناک ما که سالهای دراز کار و فعالیت میکنند زنگ زنید. و اگر شما مشکلی با حجت دارین، آنها شما را از خانه‌تان آمده میگیرند و به خواست الله در راه یگان مشکلی با شما دچار نمیشوند. ماشین‌های زمانوی دارای وای فای بی پول. و اگر شما از نام کانال تاجیکس پروداکشن زنگ زنید، باز به شما که کلام میکنند. رقم ها در روی اکرانتان و در تگ ویدیو. از درگاه الهی به شما سفری به خطر را خواهانم. سلطانم، شاه دخترم، شاه دختر. تیز باش رو کشو، زودتر. آهسته باز یگان جای امام ضرر نبیند. برادر آهسته با امام ضرر نرسونی. برادر، مدامی که اینقدر میترسی در قوطی اندوخته می نوشته که شکسته پره است. حاضر وقتی شوخی کردن است مگر؟ عزیزکم، تو را نجات بدهم. بعد رسیدم. ای وای پدرم، بیا زودتر مرو نده از اینجا گریزیم. زودتر. هیچ کس شاه دختر را از من نمیگیرد. تو را نجات بدهم شاه دختر. از دست من خلاصی ندارد. منتظر باش. تولین جانم، منتظر باش. نجات بدهم. رسیدم بانو. ای به نزد ماشین رفته ایستاده است. مگر وای بتمن نیست؟ دویده او را دستگیر کنید. ای پدگریخت، من گفته بودم کنال دیوانه بانو را به تو نمیگذارم. گفته بودم. به ماشین سوار شوید. بتمن را دستگیر کردن لازم. رو دیگر بلای خدا، دردی سرم شدی. با حساب سه توسه اکا در
شرکشو خزنده خدا زده شرکشو ده نمی شود یاردم سمی تلکو سمی من تو را میکشم هجری؟ استاد؟ هجری؟ عصبیم کرد از راستی کنی تیل ده سمی کجا شدین به شرف ای لعنتی به شرف هجری لمندر کجاست نمیدونم تو رو دستگیر میکنم ابله هجری من عاجلا باید گریزم دوم رو خدا کنید سمی بیدم میگریزد اومدم اکا کالتاکیلا تسلیم شو من گناهی ندارم رها کن گناهی نداری چرا تسلیم نمیشوی های بله ها من اکنون پولهای امک اکرم رو گرفته میگریزم سمی زورا اونجا چی کار میکنی؟ من باید دومم رو خود کنم سمی کنی نگریز به اینجا بیار سمی زود باش زودتر های کن او را دستگیر کردن در کار اکا دامولای دیوانه هم تولین گفته داد میزد خانم تولین رو کی دوزیده باشد ای احمق با من چی از تولین ها با من چی از تولین بانویم از دست رفته ایستاده است با من چی زودتر وای ماشین را دستگیر کنید ایستا اکاوای کالتاکیلاس نبود لعنتی لعنی کالتاکیلاس برادر ماشین رو تستر کن تستر کنی کلاس مایم شوکت سازی خدا لعنت نکنه چیکار میکنی اینجا لین زود باش اون از پسم از زود بیران گاز را زیر کن سروسیمگی عملی شیطان کلاس یا خدای مهربانی من میدانستم نگاه کن آن بیتمن نقابم داشته باشد شوکتی خر است شوکتی؟ همراه کالتاکیلاس بانویم را بودن هر دویشان را میکشم پارا میکنم آن دو ابله را چی کار میکنی؟ سردارم زود سوار شمباشی رو حی کن تستر زود چه شده است؟ سردارم عروض ها رو دوزیدن کو کدام عروض ها را؟ خانم تولین قطی بانو دوزیدن چی؟ کالتاکیلاس بشرف حالا میبینیم که انیق این کار رو هم کالتاکیلاس کرده است سردارم بسر شما از تیروید هم افتاد از کالتاکیلاس میبینی چی ها میگویی؟ گم نزن از پشت تو کالتاکیلاس رو از دست دادیم تو از مکان حادثه چرا دور شدی؟ برای نجات عروسا آخی اما در جای خودم هجری رو وظیفه دار کردم این خالت رو آب برد ای حیوان بچه هجری کالتاکیلاس رو چیکار دستگیر میکند؟ ای مردک هجری دامولای اگر دستگیرم کرده نتونست داخش دعا میکنه یه روز میقف میشون لوینت هادر تو رو چنون میزنم کی؟ آشنا تو اینجا چیکار داری؟ تو چیکار میکنی؟ بانو جان را دوزیدم کلاس شوکت تو را 100 بار نگفته بودم که از بانو دور شو خدا تو را لعنت نکند باز از پسمان کنعانی دیوانه میگردد کنعان یاد کرده باشی نه خفم اومده است شوکت اگر سوار شدنم را دیده باشد فکر میکند که بانو را با هم دوزیده انشالله دیدگی ما با امید ختم کلاس یه رفتی خونه خط کالتاکیلاس تو را پیش از اون دستگیر میکنم آخر شما چه خیل بانویی مرا میدوزدید شما را پوست کرده پوستتان را آفتاب میکنم نمک میپاشم برای مردن زاری تولا میکنید مرا زاری تولا میکنید ای خرها
دار ماشین دار من میفرایم. ها آدم بی عقل تایافتی من کنم من نمیکنم. من کنم که کلان بیای مرا کشم. شافکت یک گاز را زیر کنی. ای بیزور کردی ترام گاز کتی همه قمیره و تستر بیرون کامل برادر وگرنه پدرت ما رو دستگیر میکند. عدنان برادر اگر پدرم فهمد که خانم تولین رو من دزدیدم قسم میخورم که مرا عاق میکند. نباید که ما دستگیر شویم. من عمم رو دزدیدم. تو باشی چی ها میگویی؟ برادر من هم زنی رو که پدرم با خونه دار میشد دزدیدم. از برای خدا گاز را زیر کن. زود بیرون. بسیار گرم نزن. گاز را زیر کن. راهزنها تولین را از من گرفتن نمیتوانید. نه این چی شرمندگی هست؟ او کانون حتی یک عروس رو صاحبی کردن نتوانستی. حیف بر تو ابله. جامدان رو بیارید. در اصل جزای تو مرگ بودو، اما مادامی که دل سنم رو ربوده و برای تو جانش رو در خطر میگذارد، من هم گناه تو رو میبخشم. این کار را با خوبی حل میکنی. با تو تکلیفی دارم که از آن روی گردانده نمیتوانی. اگر از سنم دور شوی، این پول ها از آن تو. اگر تمام دنیا را با من دهی از سنم دست نمیکشم. این پول های افلاست را گرفته از اینجا دفع شو. مرد تو لعنتی. هجری؟ اینجا چی گپ است؟ اشگام نیست دخترم. همراه جناب معزین اینجا کمی صحبت کردیم تا نزدیکتر شنا شویم. بیا من تو رو به خانه میبرم. بین هم توی ویران شد. من با هجری میروم. بیا هجری میرویم. نه این کار رو خیلی نمیمانم. این کار رو با شانیل حل میکنیم. کنی بینیم دخترم تو رو با زن دیگر بینه چه میشه جناب معزین. بیا رفتیم با عملیا شروع میکنیم. کنی ماشین را دار ماشین را من میفرایم. با بانو مانوی تو کار ندارم. تو فرا گم شو. من میدونم بانو را خودم چیکار کنم. ای دیوانه، به این هم خدا تنها دزدیدی. من دزدیدم بانو را. خدا اینجاییست. یک بار دیگه من تصور کنم. یک بار دیگه فرا گم شو فرا. آی کالتاکلاس گریخته ایستاده است. اکا چیکار میکنیم؟ از پس کالتاکلاس میشیم و از پس شفقت میشیم. سرم گرم شد بخدو. ای به عقل حیوان، اول بانو را باید گیریم. کنی از پس شوید زودتر. گریخته ایستاده است. سردارم عروس ها چی؟ کدام عروس ها؟ با من چی از عروس ها؟ کاری ما با کالتاکلاس است. یا خدایا. لبای زهرا. جانم به دستی از نم نافتیده همین خیلی زیو. بسیار مشغولم. بعد زنگ زن. زیو این صدای چیست؟ جانم در جای هستم که سلوت زده ایستادم. آفرین به تو زیو. من اینجا در فکر تو هستم. تو باشی در آنجا به آسمان خردسندی کردن سلوت پرنده گشته ای. زهرا اونال از پسم است. بعد زنگ زن. چرا که اونال از پسم باشد میشه تو زنگ میزنی؟ یا خدا، آنها به کجا غیب زده باشند؟
ба фикрам дигар аз пасамон нест аднан бародар. خوب ایست امام رو از نظر گذرانم. چیش رو از نظر میگذرونی؟ یکم ام رو بینم یا خدایا او امای من است. من نفهمیدم که امت رو اینقدر دوست می‌داشتی. خیر میلش. فکر میکنم که مادرت باشد. چه علاقه دارد یا خدایا؟ اگر تو امت رو دوست نداری من چیکار کنم؟ ماشین رو دار. تمام از آنه که با تو جنجال میکنم ایستم خوبتر است. کوشا کنی کوشا زودتر کوشا. با امام چیزی نشده است انشالله. نمی جنبد به هوش نآمده است کو یا اینکه تو دارو رو زیاد دادی؟ پروا نکن عدنان برادر، حاضر رو به هوش میوریم. این کی است؟ بانو. کی گفتی؟ ما عروسی کنعانی دیوانه را دزدیدیم. این چی خیل شده است؟ عروس ها ایواز شدند. ایواز شدند؟ کمالیستی ها اقلا یک کار رو درست بکن، اقلا یک کار رو. برادر چرا مرا گناهگار میکنی؟ مگر یک جای ندزدیده بودیم این زن رو؟ در طوریکی سراسم شده ایواز کرده ایم. یک ثانیه اگر ما امام رو ندزدیده ایم چرا پدرت از پسمون هست؟ بانو رو دزدیده ایم باید کنعان از پسمون باشد. درست. خیر کاری ما دیگر خیل شده است. معلوم که عروسی دیگر رو نیز دزدیدند. چی؟ دیگر عروس رو نیز دزدیدند؟ خطا نکنم خانم تولین رو نیز دزدیدند. خدایا مادر. کمی آرام باش جسور، کمی آرام باش، حل میکنیم. آخر چخل دزدیده است؟ کی دزدیده است؟ از کجا دونم عدنان برادر، من با تو بودم. امام انیق آن بابای قادر امام رو دزدیده است. عدنان برادر، بابای قادر چرا امای تو رو می دزدیده است؟ برای فهمیدنی مکانی ملیس. تو هم وای مکردی ها؟ بابای قادر با من کار دارد. چیکار میکند ملیس و امای تو رو؟ بیامان از برای خدا، از او آدم همه چیز را منتظر شدن ممکن. سکرات را هم پیدا نکردیم، اکنون امام را چخل پیدا میکنیم ها؟ نه سودا اما هم میگوید دختر مادرت رو دزدیدن، تو باشی چی میگویی؟ وای جسور تو آرام شو، امت رو میوبیم، امت در همین اطراف است، تو آرام شو. چخل میوبیم امام رو؟ پرنسسم، سلطانم، خانم تولین. زود باش، زودتر، زود رفتیم گریز. شاه دختر عزیزم کجا هستی؟ شاه دختر. گلم، پرنسسم، سلطانم، پرنسسم، سلطانم، شاه دختر. آمدم دویده آمدم عزیزم. خدا را شکر. ای کیسه؟ خانم تولین نیست؟ این پرنسس هم نیست؟ یا استغفرالله، این تولین نیست، این بانو است. چی زند؟ این ماشین از کجا پیدا شد؟ اکا بخش زیاد همین خیلی نشرم ما رو عید از دادیم. خدا لعنت کند شما را. یک کاری کرده اتان از سرتان ماند، از سرتان ماند. الا چی شد از می؟ تولین را یافتی؟ نه تولین را نیافتم، خانم بانو را یافتم. چی؟ خانم بانو را یافتی؟ هزاران بار شکری خدایا ربی، شکری بهد. لیکن ما از پس کی بودیم؟ چی میدانم من؟ شما تولین را یافتید؟ پرنسس را یافتید؟ الا با من گوش کنید، این شوکت تولین را بوده است. پسرم کنی بیداو. سردارم من بسیار خسته شدم، شما رفته کلتا کلاس رو دستگیر کنید، من دیرتر بلازتون میایم. من تو را از پسم بیا.
تو کجا شدی؟ اکنون کارت تمام شد. دستگیرت میکنم. ای خزنده در کجا هستی؟ خدا نجات دهد. ابله چی گپ است؟ بیهوده خودت رو غم نده. تیرهایت را حساب کردم. در تیرتان تیر نیست. تو چرا مرا محکم کردی؟ با رفیقی نود. میخواهم خوشحال باشی. اون از جان. خیر. خاموش رف. خاموش لبن. ای لبن خلاصم کن وگرنه سگ مرا میخورد. لبن سردار در اون طرف چیکار میکنی ها؟ لبن مرا خلاص کن. زودتر مرا خلاص کن. در را کشا. اکاونر دی پرو باش. سگ سگالا میگذار. بهترش اینجا شینم. سگ بچم یک طرفیست. خواهش میکنم مرا میبخشی. یک طرفیست. سردارم این در قلف دارد. ای پسرم پرون آخیر. شد سردارم حاضر میپرونم. در گردن قلف پرادم. خب بس سگ بشره. خاموش. آرام آرام آرام. اکاونر برو تمام جانت خلاص شد. بیا در را ببند. نه سردارم تمام. خریب مرا میخورده. کلتکیلاس مرا تومه سگ کردنی بود. به شرف. جواب این را از تو میپرسم. با کجا رفت؟ او با کجا گریخت؟ ممکن با این طرف اکا. بیدو لبن بیدو. اوه نهایت روزی خوشبخت‌ترین شوکت. بیا بانو جان. یا خدایا میگم که در درون همین بگاژی ماشین نیکاوش کنم میشیده باشه. میشه یگان دامولای افتان در کار. بانو جانی مرا بین. لباسای سفیدی عروسی در تنش شیرینه را انتظار است. صدقه شیرینه هم در تنش لباسای بیت مینای. شوکت جانی پهلوان ببین روی بانو جان. بسم الله الرحمن الرحیم. یا خدایا این بانوی من ببین که طولین گشته است. یا در درون بانو طولین جین گشته است. خیلی طولینم سری فرزند رفت. یا خدایا مگر من یکان کار رو درست کردم میتوانم؟ رفته ینگای طولین رو دوزیدم. امروز چیا شوکت چیکار کنم؟ یک دقیقه. آخر مولای دیوان خزینه من رو دوزیده بود که دزدید. این خیلی باشد. ینگای طولین رو داده خزینه رو میگیرم. ای آفرین شوکت. در حال همش رو فهمیدی. چیکار کنیم؟ بانو را مانیم. طولین استفاده بردن در کار. من خیال کردم که با تو چیزی شد. از بسیار ترسیدم. چیزی نشد ولی میتوانست شود. آخر من از این کارهای بی‌معنی دلگیر شدم. تو پروا نکن. من آن بیشرف را دستگیر کرده در حالا هم گپ میزنی. حالا هم من میروم. کمی باید استراحت کنم. شد آرام شو. گوش کنید. خانم بانو را به خانه برید کمی استراحت کند. ینگا پیش بدرو. شوکت اگر یک بار به دستم افتی. ولی شوکت بانو رو ندزدیده است. طولین رو دزدیده است. پس بانو رو کی دزدیده است؟ بخیر است بدر چی گپ شد؟ نپرس پسرم نپرس. شوکت بانو رو دزدم گفته به خطاگی خانم طولین را دزدیده است. پرنسس را دزدیده است. شوکت گفتی؟ اوی بیشرف. اوی شوکتی بیشرف. یک با دستی من افتی. با چیکار کردنم رو میدونم. خوبو چرا امام رو رها نکرده است؟ امام رو چیکار کرده است؟ آرام شو برادر. آرام باش. ببای مرا گوش کن میستر بین. آن گوش های لعنجت رو کلان شده. مرا خوب گوش کن.
همسر آینده در دست من است. شوکت زنگ میزند. مرا گوش کن شوکت. اگر با پرنسس کاری کنی تو رو میکشم. ای این قوز مغاوز کردم این لعنتی یک جو فهمید که من شوکتم. گوش کن ازمی تو با آوازی غوز هم فهمیدی. باریک شه گوش کن. اما پولای اتای مرا اتای زمین یافتی بیارشون که تولین مرد. داروش بکشم. درحال پگاه روزانه از خزینه بابام چیزی مونده باشه به نزد من میاری. با یگان چیز شبجا نکنی. همش یک تنگش در چکیده بگی بیا. گوش که هات. تلفن تا با بزوش نمانی. نگویی که نشنیدم. فهمیدی؟ وای ابلا چی میگوید؟ چی میگوید؟ راهزن پول میخواهد. در عوض تولین خزینه مرا میخواهد. وای بیشرف وای. میدهی همین خیل نه؟ خزینه رو میدهی. خزینه رو با او میدهی همین خیل نه ها؟ میدهم البته. همه دارایم را فدای او میکنم. مرا گوش کن. پگاه وقتی که تو خزینه را با او میدهی ما برای وای ابله دام میاندازیم دم. تو پروا نکن جسور برادر. کاری کرده امت را نجات میدهیم. وای هجری یک چیز رو از تو پرسم. اگر در تویمون ما رو دزدن تو چیکار میکردی؟ تو رو نجات میدادم. چه خیلی نجات میدادی؟ یعنی با دزدان هجوم کرده آنها را لطکوب کرده تو رو خلاص میکردم. خب اگر آنها از تو دیده با قوتر باشن و تو رو لطکوب کنن چی؟ یعنی بگذار مرا لطکوب کنن مهم به تو چیزی نشود. بسیار خنداور است هجری. اگر لطکوبت کنن چه خیلی خلاص میکنی؟ خیر مایلش. برای با من اومدن تشکر میکنم جانم. خواهش میکنم. شام بخیر هجری جان. خیر شام بخیر. چی شد؟ چرا ما رو جیغ زدی؟ سلام شنیل. با تو کاری دارم. باز چی میخواهی؟ یک مؤذن هست. میخواهم کمی با او سر و کار گیری. مؤذن گفتی؟ مؤذن را من چیکار میکنم؟ در راه میفهمونم. استاد؟ هجری؟ دوستانی عزیز اگر شما خواهش سفر کردن با وطن را دارید و میخواهید که از شرکت بایرنوک چیپته هواپیما را خریداری نمایید مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای درازکار فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپته فروخته شده کفالت میدهیم زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه میدهیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار و فعالیت میکنیم. شوکت تو امای مرا چی خیل را بردی؟ میدانی من تو رو با دستانی خودم میکشم. این دختر رو بین مثل دیونه ها شده است کو؟ کمی آرام شو جسور. پگان اون ابله رو دستگیر میکنیم. دیدی؟ آدم کشی دوست داشتد کمی کرد که باز با برادرش عروس رو دزدیده است. به او چی علاقه دارد؟ ینگم رو شوکت دزدیده است. شوکت کی است؟ شوکت با اون عقلش عروس دزدیده میتواند؟ همش نقشه اون کالتا کلاسی تو است. آخر زیاد چرا ینگه تولینم را دزدد؟ سفسته نگو. چرا میدزدد؟ البته که برای پولهای پدرم. من دیگر این سفسته های شما را گوش کردن نمیخواهم. حالا میبینید پیش از اون هر دوی اونها رو من دستگیر میکنم. من کالتا کلاس خوب شد که تولین را دزدیده اید وگرنه این توی ویران نمیشد. یک بار بکار آمدید.
وضعیت همین خیلی است هجری. یعنی قربانی تهمت شدیم. هرچی زودتر خودم را تازه کردنم لازم. استاد پروا نکنید، میگذرد انشالله. اگر سمی گفتنی آدم همه چیز را اعتراف کند دیگر مشکلی نمی شود. اگر همه چیز را اعتراف کند مشکلی حل می شود. اما کاری کردن نتوانستم. این اونال هم فرصت نمی دهد آخر. اگر زید نباشی یک چند روز در خانه تو می ایستم. معذرت می خواهم. چی ها میگوید استاد؟ خانه من خانه شما هم هست استاد جانم. تو را هم یکم ناراحت کردیم اما استغفرالله استاد، چه خیلی ناراحت بوده است. این خانه شما هم هست. رحمت هجری جان. در کجا هستی؟ دستگیر نشده همیخیلی؟ نه جانم، اونال را پسی سر کردم. پروا نکن، خوبم. حاضر در کجا هستی؟ در خانه هجری. در خانه هجری گفتی؟ پروا نکن، من اینجا در امان هستم جانم. تو مرا یک سو گذارو درباره سمی گپ زن. وقتی خانه بابایم رفتنش دیدم او رو، فکر میکنم چیزی رو گرفتن میخواست. مرا دید و طرف گریخت. معلوم که آنجا چیزی هست که با او احتیاج دارد. انیخ باز می آید. باز که آمد به من خبر ده. مایلش جانم. تمام جانم، پروا نکن. من تا آمدن تو او رو به گپ میگیرم. مایلش. فهمیدم. قربانی چشمت. بسیار با دقت باش دارم. زیو، یک چیز رو از پرسیدن میخوام. سرم رو گرم کرده است. شفقت هست کو؟ چی شده است با شفقت؟ ینگه تولین رو دزدیده است. خدای من، تولین را دزدیده است. وای بیعقل باید بانو رو میدزدید کو؟ من هم همین خیلی میگم، اما یک ثانیه، تو این رو از کجا میدانی؟ یا این که شنیده هایم درست است؟ تو یک جایه با شفقت ینگه تولینم رو دزدیدی؟ من چی کار دارم زورا؟ چی من تولین را میدزدم؟ دیوانم مگر؟ به این هم یک لینچه بلا به سرم آمده است. گوش کن پسرم، همه چیز رو فهمیدم. یعنی بانو رو کلتکیلاس با شفقت شاید برای شفقت دزدیده باشند، انیقترش دزدیدن. اما تولین رو کی دزدیده است دادرم؟ من این رو نمیفهمم. سردارم کدامی دزدیده است میخواد که با پول عوض بکنه. چی خیلی عوض کنی ها؟ پسرم کی تولین رو دزدیده و عوض کرده میخواد؟ آخر او تولین است. سری کلی فروخ خور تمام. دام تا بگیه بیرون. از من چی میخوایی؟ ای زن آروم شو، با تو ضرر نمیرسونم. یا دو چیزی من داده است من امورا میگیرم تموم. تو از من چی میگیری؟ کمک! چیزی که از من است و من میدهید. چی رو میدهم؟ دیوانه! تو نمیدی، دامولای دیوانه میدهد. چی بدی؟ و از من چی میخوایی؟ این دیوانه است، کمک کنید! دامولای دیوانه اما قرض بیاره تو رو میبره. دیوانه کمک! نجاتم دید، کمک! یاریم کنید، یاری کنید! تو چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ نه کمک! کمک! دم تا بگی. استاد با اجازت شما بازی میکنم. این خانه شما است، راحت باشید و خیر. رحمت هجری، رحمت. با شما رحمت استاد. مؤذن را از راه میزنی. دخترم باشد تو را با مؤذن دیده رشک میکند، از مؤذن جدا میشود. دیگر چیکار کردنت را خودت میدانی. این کار برای من خیلی آسان است. سمی، بعد همه چیز را اعتراف کردنت حسابی همه این را از تو میپرسم. اینجا چرا این خیلی ناهموار است؟
چی باشد ها؟ بفرمایید کی رو دیدن میخواهی؟ هجری رو دیدن میخواهم. هجری رو؟ در خانه نیست مگر؟ ولی به من گفت که در خانه است. نه هجری همینجاست تو. از راستی شما کی رو دیدن میخواسته؟ گفتم که هجری رو دیدن میخواهم. هجری گفتی؟ بله هجری رو. مگر شما مرا گوش نکرده ایستاده اید؟ نه هجری همینجاست، در همینجا است. اگر یگان گفتنی داشته باشید من به او میرسانم از نام شما. من خودم میگویم، یعنی به شما نیاز نیست. گپایمون بین خودمون مسئله شخصی است. خطا نفهمید، ولی شما از هجری چی میخواهید؟ این چه خیلی سوال؟ شما چی ها میگویید؟ هجری رو چیکار کردنم رو از شما پرسم؟ اگر یک سو استید لطفاً، من به درون میدرویم. یک طرف استید. بفرمایید. البته سوالم هم خوب بی معنی بود. این چی به ترتیبی است سنم؟ بعدی با هجری بر این آدم خاندار شدن چی کار میکنی تو؟ این خیلی نمیشود. این قدرش از حد زیاد است. هجری انیق به من پیام عاشقانه فرستاده است. دوست داشتد حاضر در خانه با یک زن زیبا خوشحالی کرده ایستاده است. باور نکنی رفته بین. این کی باشد؟ کیست این ابله؟ افلاسی دروغگوی؟ به این درجه دروغگو هستند یعنی؟ هجری چنین کار هم میکند مگر؟ یا خدایا. بخشش زیاد، اما به هجری ما چی میشود؟ عجبا من شما را پیشتر هیچگاه ندیدم. دوست داشتهش. چی؟ نه هجری هرگز این خیل کار نمی کند. خدایا این چه خیل تهمتی روی راست است؟ یگان خیل صدا نمی آید. نه آخر بینم هم باور نمی کنم. اما مردها رو باور کردن نمی شود. هجری از این گونه مردها نیست. برزم این مؤذین است. بیهوده است. من چرا اینجا اومدم آخر؟ نه آخر چرا درو زنم؟ اگر درو زنم زنی که در درون است پنهان می شود. اوف ایست سنم کمی آرام شو. سفسطه نگو. در درون زن من نیست آخر. اما اگر باشه چی؟ یعنی دوست داشته گفتید؟ به کدام معنا؟ چون که من این را پورا نفهمیدم. نفهمیدم چی خیلی به کدام معنا؟ به همه معنا. یعنی هجری جان و تو؟ بله. در اصل گیری ما نوشیناس شدیم، ولی در نگاه اول عاشق شدیم. یعنی در حال به یکدیگر پیوست شدیم. هجری از زیبا صنمی ترکیه که جدا شده با این دختر شناس شده باشه. آبا هجری از ما دیده دختر بازتر بوده است. نه در درون یگان دختر نیست. این خیل کار شدنش امکان ندارد. نه آخر این خیل نمی شود. من باید به چشمانم بینم. شبه دل انسان رو می کفاند. من نمیخوام که دلم کفد و مورم. سلام زهرا،
تو چی کار کرده ایستاده مثل دوست ها؟ در خانه یک دختر است. چی؟ آخر این هجری کجا شد؟ از هموم نمی براید مگر؟ به یگان جا رفتنی بودید؟ شما همیشه چون این سوال می دهید؟ نه، در عموم بسیار سوال نمی دهم. سوالهایتون بسیار تر بوده است. همش را از من پرسیدید مگر؟ بله. هجری باید مرا با مکانی که همیشه می رویم می برد. نفهمیدم. شما پرسیدید کو به کجا می روید گفته؟ بخیر است این خیل باشد. بخیر است. استاد او بسیار گرم است. یک در آمده شما عزیزکم. توبه استغفرالله. شما کی هستی؟ چی کار میکنید؟ هجری؟ این رو با من چه خیر روا دیدی ها؟ این رو با من چه خیر روا دیدی زیا؟ من چی کار کردم ها؟ من چی کار کردم ها؟ باز چی کار میکردی؟ این دختر رو بین؟ باز چی کار میکردی؟ این دختر رو بین؟ سنم من از هیچ چیز خبر ندارم. مگر نمیبینی نو از همون بر آمدم های؟ تو در حمام چی کار داری؟ تو در حمام چی کار داری؟ من چی میدونم؟ هجری در حمام بود. به هجری چی کار دارم؟ من از تو پرسیده ایستادم زیا. من هم با تو میگویم زهرا، در حمام هجری بود، من نه آخر. هجری چرا حمام میکرده زیا؟ نه آخر. هجری؟ پسرم تو چرا حمام کردی؟ هفته سرم بود برای همین. این زن کیست هجری؟ در حال جواب ده مرا. در حیاتم رو یکم بار میبینم سنم. با خدا نمیشناسم. این زن کی است یا؟ در حال جواب ده مرا. هجری نمیدونم. آخر من از تو میپرسم. من هیچ چیز رو نمیدونم. هجری؟ پسرم این زن کیست؟ نمیدونم استاد. شما نمیشناسید او رو؟ من از کجا میشناسم؟ نزد تو مهمانی آمده است. من از کجا میدونم؟ استاد پیش نزد من زنها نمی آمدن. بعد آمدن شما آمدن. فکر کردم شما رو میشناسید یا اینکه عروستون باشه. نه هجری، من از کجا میشناسم؟ یکم بار است که میبینم. من هم. خانم زهرا شما میشناسید او رو؟ عجایب گپ میزنی. من او رو از کجا میشناسم یا خدایا؟ سنم تو چی میشناسی؟ از کجا میشناسم؟ سفسطه نگو. جواب ده مرا کیست این زن و اینجا چی کار میکند؟ سنم با این زن یگان علاقه ندارم. در همون بودم آمده دیدم که این زن در همین جا است. نمیشناسم او رو آخر. همین خیل؟ بله. چرا از اول همین خیل نگفتی هجری؟ کوشش کردم که گویم اما تو میدونم. من به این هم میدونستم که تو این خیل کار نمیکنی. ها، مثل تو برین یک مؤذن مسجد اصلا این خیل کارهای زشت رو نمیکند. یک دقیقه چی گپ است؟ زیا؟ لبای؟ هجری این کار رو نمیکند میگوید؟ البته هجری نمیکند. او پسری با تربیه است. چرا این کارها رو میکرده است؟ زیا؟ سفسطه نگو زهرایی. حتما باید یگان کس یگان کار کند. بگو نباشد، زود نباشد. بگو کی است این زن؟ نمیدونم. اینجا خانه هجری است. از او پرس. از من چی میپرسی؟ به هجری چی علاقه دارد؟ دیگر گناهتون رو به هجری بار نکنید. هیچ باورم به تو نمی آید زیا. حیف به تو خدا زده. من کاری نکردم میگویم زهرا. این دختر آمد گفت من نزد هجری آمدم، من باشم بفرما. گفتم همش همین، به من علاقه ندارد. خانم شما لطفاً یگان چیز گویید آخر. دیگر چی بگوید آخر؟ همه چیز عیان است. معذرت میخواهم جانم، اما دوست داشته تو آدمی باوری ناک نیست. تو چی خیر آدمی بیشرم بوده استی باز در خانه هجری. دیگر باورم نماده است. تو زیا هجری کنی گپ زن. یگان چیز گوی آخر. استاد ایبی من چی که شما عروس آورده؟ بیشرم بی حیا. باز فکر کرده که هجری پشت تو را میگرد. فو با تو. بس است. رفتیم عزیزکم رفتیم. چی؟ عزیزکم گفتین؟ بله عزیزم. یعنی اون مکانی که همیشه می رفتیم. بیا به اونجا رویم. بیا رفتیم. بیا. چی؟ هجری؟ تو این زن رو همیشه به کجا می بردی؟
به این همه میدونستم که دوست داشته من به من خیانت نمی کند. به این هم چشمش بغیر از من به کسی دیگر نیست. تشکر زیاد جانم. حضور سنم جانم، هیجری مثلی که ما فکر میکردیم نبوده است. هیجری در حقیقت از تو این خیل باوری نداشتم. هیجری؟ این رو چه خیل به من روا دیدی؟ استاد یگان چیز گویید. هیجری ببخش، به خدا هیچ چیز گفته نمیتوانم. چیزی گویم دردی سری خودم میشود. بخشیش. از پشت دوست داشته تو شد، بین مهمانه شد و هیجری را از راه بیراه کرد. چه خیل ویران کردم؟ من کسی را بیراه نکردم. کی بیراه کرد نباشد؟ هیجری من وقتی که در راه میرفت به یگان دختر گشته نگاه نمیکرد، همیشه سرش خم میرفت. سنم جان، جان من، از آن که زیاد را تهمت میکنی به دوست داشته‌ات نگاه کن، خوبتر است. بین باز خلط پوشید است. چه خیلی که میگویند چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست. ها، البته باز وای هم میگفتن حاجت به بیان هست. های بس از آخر سنم، از حد زیاد شد. بعضی ناحقی کردنت را اصلا اجازه نمیدیم. چه خیلی ناحقیه؟ در دیسکا کلوب ها دوست داشته تو دختر بازی نمیکرد مگر؟ در گذشته بود جونم، اکنون باشد نمیکند عشقم. البته جونم، بعد تو اصلا. بیا عزیزکم رویم، آخر دلگیر شدم. بیارم دستی مرا سر ده گم شو. تو به هیجری من چه خیل دست میرسانی؟ یک سویست؟ تو چه خیل هیجری من رو دست میزنی؟ از برای خدا چه کار میکنی؟ دیوانه شدی مگر؟ هیجری چه خیل پول چوکی برو بکشم. من میروم. روز بخیر. وای یک تویم. من حتی یک لحظه از تو شبهه نکردم. من به این هم میدونستم که تو این خیل کار نمیکنی. معلوم است. ما هم باور نکرده بودیم. همین خیلی جانم. بله، چه خیل باور میکرده ای؟ نباشد این دختر رو کی روان کرده است؟ دیگر کی روان میکرد هیجری؟ پدرم روان کرده است. تو رو از من جدا کردنی است. اما هیچ کس مانع عشق ما نمیشود هیجری. پدرم حتی. تو از من هستی. مایدچه من هستی. دختر کارو بود کرده نتوانست. چیکار میکنیم؟ فکر کردنم لازم. از آنی که من فکر کردم خطرناکتر بوده است. ما از این را از بند بریم؟ نه، هرگز این کارو نکنید. دخترم فهمد که این کارو من کردم تا آخر عمرش نسبت من نفرت میکند. نباشه چیکار میکنیم؟ بگاه در خانه این موازین مواد مخدر جمع میکنید. بعدم با پلیس خبر میدید. من همین خیلی محبس میشود. فهم سردار. بین با دقت باش. باز دخترم از من شبهه نکند. فهمیدی؟ ای تو از سردار. شما با محله روید. کدام سوداگری که خراج نمیدید دکانشو زده سوزانید. اکا یکی باز جنگوار روید چی؟ لعنتی، اگر یک بار دیگر جنگاور شما را زند و پایهایتان بیتان بسته برای خوراک مایا همه اتان رو به بحر میپرتایم. دف شوید. دکانها را نسوزانده نهایید. دف شوید. کسی به بابای قادر خراج ندید دکانش میسوزد. تا صبح همه دکانها خاکستر میشود. خاکستر. خیر، شب بخیر سنم. شبت بخیر جانم. دکانهای ما رو آتش میزنند. با پلیس خبر دهید. دکانهای ما رو میسوزانند. چی گپ شده که ایراج؟ آدمهای بابای قادر دکانهای ما رو آتش میزنند هیجری. دکانهای ما رو میسوزانند. مغازه های ما رو میسوزانند. بچه ها چیکار کرده ایستاده؟ یگان کس نزدیک نشود. همه رو آتش زنید. چی کار میکنید؟ مغازه ها رو میسوزانند. نزدیک نشوید. نوید از اینجا. اینجا همه سوزد. نور شود. نزدیک نشوید. از این کارشان برگردانید.
مخواستم میسوزد یاری دهد مخواستم سوخته ایستادن نفاقه این کودکای هم سوخته ایستادن یاری دهد التماس یاری دهد اما چیزم سوخته ایستادن التماس نکنه بچه ها این از گناه هست نکنه ریسکی مردم را چرا میخوره ببین التماس نکنه یاری دهد سوخته ایستادن یاری دهد همه چیزم سوخت همه جا آتش گیریم زود باشید آتش رو خاموش کنید زودتر از برای خدا بلند شوید تن جنگاورتون کجاست که شما رو نجات دهد گم شوید از اینجا روید گفتم روید که همه تو رو بپرونم моро бубахш бобои қодир ҷанговар як бора пайдо шуд коре кардан натавонистем ин одамҳои беҳунаро бароварда дафн кунед о ҷанговар ки ҳасти ту ҳама ҷо муқобилам мебароӣ баъди аз балои мо аз ин халос шудан дарҳол дунёро барои ту торик мекунам навбати ту меояд ҷанговар дафтари туро ман мепӯшам ба одамҳоят бигӯ ки ин маводи мухаддирро дар хонаи мо аз ин ҷойгир кунанд баъдан ба ман занг зан фаҳмо сардорам ака хонум бону дар хона нестай чӣ хел нест ба фикрам аз ин ҷойҳо рафтааст чӣ ин мактубро барои шумо навиштааст ҳамсоя дод ҷаноби канъон бахшиш мепурсам дигар ба ин тоқат кардан наметавонам ман як зиндагии боҳузур ва ором мехоҳам фаҳмидам ки бо шумо ин хел зиндагиро соҳиб намешавам алвидо бану я дори карвалон я дегов биги биё чакал карвалон калтакелас агар он шавкати бешарафро аз ман халос намекардӣ ин корҳо намешуданд ин одам чаро занг назад дивона мешавам охир ба амам чизе намешавад ҳа каме ором бош ҷасур ба амад ҳеҷ чиз намешавад ба ҷои зиқ шуданат бояд шод шавӣ бо як тир ду нишон задему намебинӣ падарам пулҳоро дода бепул мемонад баъдан амаи ту бо падари ман ҳаргиз хонадор намешавам дуруст мегӯӣ аммо ман аз он шавкати аблаҳ ҳисоби ҳамаи инро мепурсам ҳей офарин зуҳра бо ин шакл маро ҳаргиз намешиносад пашаҳо ман омадам
салом алейкум дӯстони азиз. дӯстон, ба шумо яке аз каналҳои беҳтарини ютубро бо номи Як лаҳза ханда пешниҳод мекунам, ки дар он канал шумо метавонед беҳтарин санъатчиҳои ҳаҷвӣ, филмҳо, қиссафилмҳо ва силсилафилмҳоро аввалин шуда бо сифати олӣ тамошо кунед. Ва инчунин рӯзҳои наздик дар он канал силсилафилми Садоқат ва Бахтиёрро низ метавонед тамошо кунед. ба канали Як лаҳза ханда обуна шавед. боварии комил дорам, ки ба ҳамаи шумо писанд меояд. بفرمایید. خانه زهراشانی است مگر؟ بله درست است، بفرمایید. خانم من از شرکت داروشپی آمدم. برای این خانه رو دارو زدن فرمایش شده است. کی فرموده است؟ کی فرموده است؟ جنابی عزمی فرموده است خانم. در خانه‌تان بسیار حشرات های ضرر رسان بوده است. حشراتی ضرر رسان بوده است؟ من بسیار میترسم از حشرات. آنا برای همین ما با این سبب اینجاییم. برای شما را از ترس رها کردن آمدیم خانم. خوب تمام دروید. تشکر زیاد. تشکر زیاد. ای حشراتی ضرر رسان بوده است. چرا پس مرا نگزید؟ روزتو بخیر. از شرکت داروپاشی آمدم. برای محافظت خود شما لطفاً 2 ساعت به بیرون برید، چون که اینجا رو من دارو میپاشم. روز بخیر. از شرکت داروپاشی آمدم. لطفاً تشکر میکنم. تشکر. خوش آمدید. اینجا بوی کیک هست. کلاپی هم بوده است. معلوم. حاضر خانم زورا، اینجا را دارو میپوشم، بسیار خطرناک میشود. لطفاً شما هم به بیرون برید. یک لحظه، این از کجا میداند که نام من زهرا است؟ من به او نامم را نگفته بودم کو. خیر هجری، مناسبت ها با سنم چی خیل کی خانه‌دار میشوی؟ شکری به اندازه استاد، انشالله خانه‌دار میشوی. با خدا هجری تو از من گذشتی، یعنی از من پیش خانه‌دار میشوی. استاد پرسیدن عیب نیست، شما کی خانه‌دار میشوید؟ با خدا هجری در فکرش هستم، اما بین به چی کار مشغولیم، کاری ما مشکل است. نه لبای زهرا؟ او اینجاست. نمیشنوم جانم. سمی اینجاست. چی میگویی؟ نمیشنوم. سمی اینجاست میگویم. تمام فهمیدم. میآیم جانم، تمام. هجری تعجیلاً بر آمدنم لازم است. تو ادامه بده. توبه. بخیر است عدنان برادر. چیزی نیست کمال برادر. ما در فکر چی کار هستیم؟ آدم ها در فکر چی؟ کجاست؟ وای شفقت لعنتی زنگ نزده است ها؟ گوید که وای در کجاست؟ رفته با دستانی خودم بسترش میپرانم آن بیشرف را. زنگ نزد. دوستم خانم بانو مرا ترک کرده رفت. زیغ نشو دوستم. همش از پشتی آن بیشرفی کلتکیل است و شوکت بیشرف رخ داد. اگر هر دویشان را در یک قبر نگرانم، من نامم را میگردانم. است من پول داده خانم تولین را رها کنم، بعد هر چی کاری که میخوایی کردن گیر. هر دویشان را پاره میکنم، تلیم کرده میده میکنم، به نزدی سگ ها میپرتایم. من بسیار عصبیم. هم فریبم را خورد کو. من رفته شناسنامه و پولها را
میگیرم از اینجا دوم رو خودم میکنم. کنعان اینجا چی کار دارد؟ انشالله مرا نمیشناسد. او کی است؟ با خیر باشد انشالله. پیشتر دور و شب در آمد، اکنون اینجا چی گپ است؟ ای زنبور پرور! حاضر از پس رو هم میفهمد. خیر مینش. تو کی هستی؟ نه در چند زده. زنبور پرورم. خانم زهرا مراجع زد. زهرا گفتی؟ زهرا چرا تو رو دعوت کرده است؟ زنبور بوده است، برای همین. چه زنبورا؟ برادران شما در اینجا یگان زنبور دیده اید؟ نه. تو را شوکت فرستاد، راستش را بگو. یا خدایا، من شوکت موکت را نمیشناسم. من زنبورها را میشناسم. من برای زنبورها آمدم. برادر، زنبور پرور باشی اینجا چیکار داری؟ کنی در کجا زنبور میبینی؟ چی شده باشد آنجا؟ گفتم که خانم زهرا دعوت کرد. گاو زنبور بوده است. چی؟ گاو زنبور گفتی؟ روی راست این ما رو مسخره بازی دارد. خب برادران شما در اینجا گاو زنبور رو دیدید مگر؟ نه. کنی رو پوشت را بکش. معذرت میخواهم اما پرینسیپی کاری هم همین است. برآورده نمیتوانم. با تو گفتم که رو پوشت رو بکش. چی گپ است اینجا؟ کی هستین؟ شما دعوت کرده زنبور پرور است. من دعوت کردم؟ بله. ها، در بالکنی تو گاو زنبور بوده است. در بالکنی من گاو زنبور بوده است مگر؟ بله. در بالکنی من یک نمود گاو زنبور است که باور نمیکنید. کلان چی خیلی؟ من سال هاست که در اینجا زندگی میکنم، یگان گاو زنبور ندیدم و نشنیدم. میبخشید تو از کجا میدانی؟ دیروز که به خونه ما آمدی چی کار کردی میلیس؟ یعنی وای گفتنی خواستم از امام این خیل چیز رو نشنیدم. اخیر بفرمایید جناب زنبور پرور، به شما اتاقم را نشان میدهم. البته. یک لحظه برادر، روی پوشت رو بکش و بعد در آمده رو. با تو چی؟ از روی پوشی او؟ ها؟ یک سویس بکش رو پوشت را. یا میخوایی رو پوشت کفنت شود ها؟ یا خدایا چی قدر داد میزنید؟ برآورده نمیتوانم گفتم که. لبای ای دیونا، کاری ما را چه کردی؟ بگوی خیلی نمیارم حلالش کنم. شوکت چی کار کردی شاه دختر را؟ خوردمش. شوکت است؟ آن بیشرفی لعنتی را میکشم. بانو از پشت او مرا تر کرد، غیب زده رفت. گوش کن، اگر به جانانم دست رسانی تو را پاره بکنم، زنده‌ات نمیمانم. ای بدبخت، طولین سازه گپ کشال نکن. چیکار کردی پولای مرا؟ آماده است. خوب، حاضر با تو سراغه را که میفرستم پول را برده در آنجا میگذاری. بعدا من رفته پول رو میگیرم. بعد گرفتن پول مکان طولین را به تو میگویم. اگر یگان خطاگی کنی یا تنها نیایی دیگر طولین رو در خوابت میبینی. فهمیدی دیونه؟ چی شد؟ من نروم، نزد طولین نمیروم. کنی رفتیم کاری شوکت رو تمام کنیم. رفتیم. لعنتی شوکت، عاقبت به کار آمدی. سمی در کجاست؟ در شد، تو اینجا منتظر شو. شناسنامه و پولها حل شد. اکنون میگریزیم.
بچه من یک خواب دیدم. نبای؟ بگم که من یک خواب دیدم. چه خواب دیدی؟ آخر من نقص نقل کردن نمیتونم. شما نقل کنید؟ خواب رو تو دیده ای و من نقل کنم؟ مادر جان آخر شما هم در خواب من بوده.